بله باش من اعتماد ندارم نیست. یه بار دیگه شما چک کنی بکنم. این چنل شما دیگه. ما تو لایویم. تو لایویم. لایویم. آقا اونجا صدا دیدایی داره، صدا تلویزیونتون کم نه کنید. صدای تلویزیونمو کم کردم. بچه ها ماه کامل اومدیم اینجا. ماه کامل. چرا منو دیس میکنی؟ بلند حرف بزن بشنم. داریم بلند حرف میزنیم. آقا بازی دیگه، تو از بچگی یادته که ما فوتبال دستی بازی میکردیم، بعد رفتیم تو کلوب، بعد یواش یواش میکرو اومد. حالا تو آهنگ جدیده میگیم که چرا. آره یه دونه آهنگ داریم جمع میکنیم که اصلا داستان دیگه است، ولی خب میخواستیم بیشتر راجع به این که اول از همه که من واقعا همه ما، یعنی هم من هم داشتم داشت حسین تویی داشت حسین اصلا نتونستیم بخوابیم درست حسابی چند روز. من که اصلا شام هم نزدم اصلا بره انقدر که موج شما مردم و موجی که ما خوردیم به هم انرژیش بالا بوده که اصلا خواب چیه نمیتونم بگم. خیلی عجیبه دیگه، اسمشو گذاشته بودیم چی؟ بیگ بنگ. بیگ بنگ. آره واقعا من دوست دارم که تو این لایو انرژی مثبت بدیم. اصلا زیاد راجع به این که ما چه انتظاراتی داشتیم که این آهنگ برای ما برآورده کنه و نشد اصلا صحبت نمیخوام بکنم. اول از همه که اصلا ما اومدیم یه گلگی نمیخوام با هم دیگه رفتیم یه شنایی کردیم اومدیم. فقط یه چیزی رو من بگم که اگر این اتفاق هر جای دیگه دنیا میافتاد به هر آرتیستی یه ماشین خفن لااقل میرسید. درسته دیگه. خب دیگه به همینه. ببین حالا من امروز به چی گفتم ما باید تیم ملی رو بچاقیمش. باید تیم ملی رو بچاقیم، چون که اون تیم ملی ایران تو رپ رو ما نداشتیم اصلا. اگه کنار هم دیگه وایسیم هر کسی که توی تخصصش بهترینه با هم دیگه بتونیم تفکرامون رو شیر کنیم، یه سری حرکت خیلی قشنگ میشه. من تو این چند شبه اصلا یه جوری شده که دارم مثلا برای تو یه تکستی تایپ میکنم با قافیه است، یعنی میدونی حالت موقعی که مینویسم اصلا وصل شعرم یه حالت دیگه است. مثلا دو تا آهنگ با هم دیگه پشت هم ریکورد کردیم دیشب، خیلی زیبا شده بود. آقا من این واسه مخشی رو معرفی کنم. حتما آرتیستای نامبر وان ایرانی، یعنی واقعا مایه افتخار ایران میتونه باشه. چون من که اینجا همیشه پوزشو میدم، جایزه گرفته اینجا تو تتو، واقعا خواستم تو این لایو باشه همزمان یه تتوی یادگاری تو این